سلام، پویان هستم. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. به دنیای شگفت انگیز ویالون خیلی خوش اومدید. بچه ها، قراره که توی این ویدیو ما با آرشه کشیدن و نحوه آرشه گرفتن و علامت های آرشه آشنا بشیم. امیدوارم که ویدیوی قبل خوب دیده باشید و تمرین کرده باشید. بچه ها، ما توی صفحه 19 کتابمون نحوه گرفتن آرشه رو داریم. بچه ها، اینجا ما یاد میگیریم که چجوری آرشه رو اصولی دستمون بگیریم و علامت های آرشه چجوری هست. بچه ها، آرشه از چند قسمت درست میشه آرشه که توی ویدیوی قبل چند ویدیوی قبلی من بهش اشاره کردم. خب حالا الان دوباره بهتون میگم. اینجا این قسمت موی آرشه هستش، قسمت پشتی چوب آرشه، موگیر آرشه، سیمپیچ تزئینی آرشه و پیچ آرشه. اینجا پیچ. بچه این پیچ کارهایی که داره، وقتی به سمت نکنید این پیچو وقتی به سمت راست خودتون بچرخونید آرشه سفت میشه و وقتی به سمت چپ بچرخونید شل میشه. خب بچه ها، میریم سراغ نحوه گرفتن آرشه. خب اینجا ما اول باید دوتا انگشت وسطمون رو، این دوتا انگشتا رو به این قسمت مشکی آرشه بذاریم، اینجوری. خب به این حالت نگه میداریم دستمون رو. بعد شستمون رو اینجوری میاریم اینجا و شستمون رو روی همون نقطه که انگشتامون رو نگه داشتیم میذاریم اینجوری که بتونید شما اینجوری نگهش دارید. انگشت کوچیکمون رو نوکش رو اینجاش رو روی اینجا میذاریم که الان قشنگ اینجوری. این انگشت اولمون رو راحت میذاریم روی سیمپیچمون و اصلا بهش فشار نمیاریم. این میشه نحوه آرشه گرفتن که با تکون دادن مچ میتونیم ما آرشه کشی بکنیم. خب بچه ها، یه بار دیگه مرور میکنیم. مرحله اول دوتا انگشت رو این رو میذاریم. مرحله دوم شستمون رو اینجا میذاریم. سوم انگشت کوچیک اینجا با فاصله کمتر بهتر و انگشت اول اینجا. بچه ها، این شد از این. الان اینجوری. خب حالا جلوتر ما علامت های آرشه رو میبینیم. الان ما این بغل تصویر من داریم علامت آرشه راست رو میبینیم. یعنی چی؟ آرشه راست رو وقتی میبینیم باید آرشه‌مون رو به سمت پایین بکشیم. پایین یعنی نکنید این آرشه است، پایین میکشیم یا به سمت راست بدن خودمون. این آرشه چرا این شکلیه؟ شکلش از اینجا الهام گرفته شده. نکنید اینجوری هستش. آرشه چپ که باید به سمت بالا بکشیم آرشه رو یا به سمت چپ خودمون که اون علامتی که مثل 7 هستش از اینجا الهام گرفته شده، از این جلو. نکنید از این جلو. خب این شد از آرشه. علامت ها هم که گفتم راست یعنی به پایین یا سمت راست خودمون، چپ هم یعنی به بالا یا سمت چپ خودمون. خب بچه ها، اینجا یه تمرین کوچولو داده بهمون که هم برامون علامت های آرشه کشی رو گذاشته، هم درس 19 ما هستش دیگه، صفحه 20. درس 19 اسمش آرشه‌ام را دوست دارم هست. بچه ها اگه دقت کنید اینجا روی هر نوت اون علامت هایی که گفتم رو داره. روی هر نوت اولی راست، دومی چپ، اولی راست، دومی چپ. یه دور براتون میخونم. لا سکوت، لا سکوت، لا سکوت، لا سکوت، لا 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 سکوت، لا 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 سکوت، سکوت، لا 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 سکوت. خب یه دور با ویالون براتون میزنم. بچه ها دقت کنید چپ و راست رو. خب اولین آرشه راسته، یعنی من باید به پایین بکشم. این بالا هم توضیحشو براتون نوشته خود کتاب. میریم 1 2 3 4.
چپ راست چپ راست چپ راست سکوت راست چپ راست چپ راست چپ سکوت سکوت راست چپ راست سکوت. بچه توی این تمرین ما قراره که آرشه‌هامون رو بهتر یاد بگیریم، پس این تمرین رو خیلی زیاد انجام بدید با مترونوم های پایین که بتونید جلوتر حتما با آرشه کشی پیش برید. بچه وقتی یه جا آرشه راسته، این قانون هست که آرشه بعدی چپ میشه، یعنی این نوت راسته بعدیش چپه، مگر اینکه خود کتاب نوشته باشه دوتا راست کنار هم. اینم یه نکته بود که گفتم بهتون بگم. بچه اینجا کتاب یه چیزی از ما خواسته، گفته که درس‌های گذشته را با کمک معلم خود آرشه گذاری کنید. بچه ها درس‌های گذشته رو خودتون آرشه کشی کنید، اولی و راست، دومی و چپ، راست چپ، همینجوری علامت رو بذارید. بچه ها بازم میگم خیلی خوب این تمرین امروز رو تمرین کنید، این درس امروز رو تمرین کنید که خیلی به کار میاد. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خدافظ.